جسم مرد و زن با تعداد استخوان‌های معمولی خلق میشن، اما توی شرایط خاص مثل زایمان، مثل بارداری، مثل عادات ماهیانه، جسم و روح زن دردهایی رو به خودش میبینه که هیچ مردی توانایی پذیرفتنش رو نداره، طاقت تحملش رو نداره. این یعنی قدرتی غیر قابل انکار شدن توی زنها. تصور کن یه زن بابت یه دوره ماهیانه انگار از چندین طبقه میفته. حالت بد روحی و جسمی و عاطفی و نیازی که گاهن نادیده گرفته میشه، اون هم نیاز به توجه. اما حتی اگه برآورده نشد که نمیشه، قدرت تحمل رو اون زن داره و کم نمیاره. زن بودن ارتباطی با ضعف نداره. اونا اونقدر محکمن که میتونن از پس بدترین شرایط با یه لبخند کنار بیان. خدا تو قلب یک زن ته خنده خودش رو جا گذاشته.